effective, it's because of one simple fact. Who's with Red? Reach! Someone took Nick. Sorry, sir, but I gotta go. 난 단 한 번도 타겟을 놓쳐본 적이 없다고. سلام برای بچه زوپلکس. امروز با 10 فیلم اکشن محصول 2024 به معرفی میگیریم. امیدواریم تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. فیلم شماره 10 وینوم 3 دنباله فیلم قبلی است که ایدی بروک با بازی تام هاردی همزیستی او با موجود بیگانه وینوم را دنبال میکنید. داستان در وینوم 3 ادامه داستان قبلی است که ایدی با چالش ها و تهدیدات جدید روبرو می شود. در این قسمت روابط پیچیده بین وینوم و ایدی به طور غیر معمولی همزیستی دارند. وینوم با موجودات جدید از سیاره بیگانه مبارزه می کند. وینوم 3 به طور قاطع ادامه جذاب و هیجان انگیز برای طرفداران دنیای مارول جذاب خواهد بود. نمره IMDb این فیلم 6 از 10. فیلم شماره 9 پسران بد 4. در این فیلم مایک و مارکوس پس از تجربیات فراوان در فیلم قبلی به عنوان یک تیم جدید باید با یک دشمن قدرتمند و جدید مقابله کنند. این بار آنها درگیر یک پرونده بین المللی بزرگتر می شوند که با یکی از بزرگترین تهدیدات برای شهر میامی و حتی امنیت جهانی می شود. در حالی که مایک به هر روش برای مبارزه ادامه می دهد، مارکوس که از زندگی خانوادگیش بیشتر لذت می برد می خواهد از دنیای خطرناک پلیس دور شود. تصمیم می گیرد آیا حاضر است دوباره وارد میدان عمل شود. این فیلم توانسته کمدی اکشن خود را حفظ کرده و یک شاهکار عالی دیگر هم شود. نمره IMDb این فیلم 6.5 از 10. You want to deal with him? You want to deal with me? Sorry, sir, but I gotta go. فیلم شماره 8 فرار. فیلم سینمایی فرار محصول کره جنوبی با ژانر هیجان انگیز که ذهن شما را لحظه به لحظه با خودش همراه میکند. داستان مربوط به یک سرباز کره شمالی است که 10 سال را خدمت کرده است. او پس از سالها کار در ارتش تصمیم میگیرد از کره شمالی به کره جنوبی فرار کند، اما یک مانع بزرگ دارد. آن هم سرگرد بیرحم است که او را زیر نظر دارد. سرباز با رویای زندگی جدید نقشه فرار را میکشد. این فیلم میتواند فیلم انگیزشی جذاب هم دانست. نمره IMDb 6.5 از 10. 주어진 운명을 받아들일 줄 안다 이 말이지. 아 새끼 내가 그래서 네 فیلم شماره 7 گلادیاتور 2 دنباله فیلم حماسی و تاریخی گلادیاتور 1 است که در سال 2000 منتشر شد. کارگردانی این دنباله را ریدلی اسکار بر عهده دارد. داستان فیلم چندین سال پس از حوادث فیلم گلادیاتور 1 اتفاق می افتد. لوکولوس پسر ماکسیموس را دنبال می کند که لوکولوس اکنون یک جوان بزرگ شده است. با دنبال انتقام از کسانی است که باعث مرگ پدرش ماکسیموس شدند. فیلم با ژانر تاریخی حماسی و اکشن است که به طرفداران جذاب خواهد بود. نمره IMDb 6.6 از 10. The Colosseum. Because this is what they believe in. Power. فیلم شماره 6 فالگای. داستان یک بدلکار به نام کلیف با بازی رایان گاسلین را روایت میکند که یک بدلکار حرفه‌ای است. داستان از جای شروع می شود که کلیف باید وارد یک پروژه فیلم برداری شود، اما به طور غیر منتظره این درگیر یک تعاطی بزرگ و پرخطر می شود. کلیف پس از ناپدید شدن یک از بازیگران اصلی فیلم به همراه یک گروه وارد عمل می شود. او با دشمنان قدیمی، مشکلات شخصی و تهدیدات جدید روبرو می شود. فیلم فالگای با ژانر اکشن کمدی سرگرم کننده بسیار جذاب و با کارگردانی و بازیگری رایان گاسلین یک از فیلم های خوب 2024 بوده. نمره IMDb 6.8 از 10. فیلم شماره 5 قاتل.
داستان فیلم درباره یک قاتل حرفه‌ای با روحیه سرد و به احساس است که کارش تنها کشتن است. او به عنوان یک آدمکش قراردادی در دنیای زیرزمینی فعالیت میکند و هیچ گونه احساسات یا وابستگی ندارد. و این حال زمانی که یک از مأموریت‌هایش به شکست روبرو می شود او به طور غیر منتظره درگیر مشکلات می شود که از آن نمی تواند فرار کند، در حالی که مأموریت‌های جدید با انتخاب‌های اخلاقی، انتقام و احساسات درونی خود روبرو می شود. فیلم با مسائل عمیق مانند احساس گناه، انتقام، هویت و انتخاب‌های اخلاقی پرداخته است. نمره IMDb فیلم 6.8 از 10. Effective. It's because of one simple fact. فیلم شماره 4 مرز یاغیان. داستان فیلم درباره مردی به نام جاد است که پس از تجربه یک فاجعه خشونتبار در زندگیش به دنبال انتقام است. جاد یکی از قربانیان سیستم فساد و بی‌عدالتی است. به دنبال راهی برای مبارزه با نیروهای قدرتمند است که مسئول این ظلم بی‌عدالتی ها هستند. اما او در مسیر خود با بحران‌های مانی زیاد روبرو می شود، از جمله تهدیدات شخصی و تهدیدات از سوی گروه‌های مختلف به سمتش می‌آید. این فیلم با مسائل عمیق مانند فساد سیستماتیک، بی‌عدالتی و مبارزه برای عدالت می‌پردازد. نمره IMDb 6.9 از 10. You do not stand in my station in front of my office. فیلم شماره 3 ردوان. داستان درباره مأمور مخفی به نام ردوان را روایت می‌کند. در یک مأموریت ویژه برای سازمانی کار می‌کند که این سازمان به طور مخفیانه نظارت به تهدیدات جهانی می‌پردازد. از مأمور می‌خواهد یک تهدید خطرناک را از بین ببرد. در این میان و مأمور مخفی با مأمور سابق و نیروی ویژه متحد می‌شود تا برای مبارزه با تهدید بزرگ که می‌تواند دنیا را به در آستانه بحرانی ببرد نجات دهد. این فیلم ترکیب از کمدی، اکشن و فانتزی باعث می‌شود که فیلم گزینه علاقه‌های اکشن کمدی باشد. نمره IMDb 7 از 10. Someone took Nick. فیلم شماره 2 نجیب زاده. داستان این فیلم درباره پسری که دورگ است. پدرش از کره جنوبی و مادرش اهل فیلیپین است. او یک آرزو بزرگ در سر دارد، آن هم یک بوکسر بزرگ مشهور شود. پس او برای دیدن پدرش در کره جنوبی باز می‌گردد، اما در این راه اتفاقهای ناگوار برای او می‌افتد و یک گروه خلافکار روبرو می‌شود که برایش دردسرساز است. ژانر اکشن در سینماهای جهان پرطرفداران فیلم بوده و فروش خوبی را تجربه کرده است. نمره این فیلم 7.1 از 10. فیلم شماره 1 دیدپول 3 ادامه جدید از دنباله دیدپول 2 است که در آن رایان رینولدز دوباره در نقش وید ویلسون ظاهر می شود. این فیلم همچنان اولین حضور دیدپول در دنیای مارول سینماتیک است. خب داستان فیلم را در ادامه در دیدپول 3 پی از ماجراهای دو فیلم قبلی به عنوان یک قاتل و ضد قهرمان نیکوکار و شوخ‌طبع شناخته می شود. اما در این قسمت وید با یک تغییر بزرگ روبرو می شود. او وارد دنیای اکسمن، مارول و فیلم های شخصیت های جدید آشنا شده و مبارزه می کند. نمره IMDb 7.6 از 10. لطفاً برای حمایت از ما سابسکرایب نمایید.